خیلی خوش آمدید به برنامه ضربان. امیدوارم طاعات و عباداتتون تا این لحظه از ماه مبارک مورد قبول حق قرار گرفته باشه. میخوام در ارتباط با اهدای خون صحبت کنیم و همچنین ارتباطش با روزه‌داری. در خدمت آقای دکتر عباس صداقت هستیم، سخنگوی سازمان انتقال خون کشور. خیلی خوش آمدید آقای دکتر. من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر علوی عزیز، همکاران خوبم در برنامه ضربان و بینندگان گرامی. من هم آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه هموطنان عزیز و مؤمن رو از درگاه خداوند متعال دارم. آقای دکتر صداقت، بی مقدمه اصلا اهدای خون به چه دلیلی باید انجام بشه و ما چه نیازی به اهدای خون داریم؟ خب واقعا سوال خیلی مهمیه که در اذهان خیلی از هموطنان عزیز ما شکل میگیره. به هر حال ما یک سری از شرایط بیماری داریم که به صورت روتین این نیاز براشون فراهم هست و یک سری شرایط غیر مترقبه داریم. در خصوص شرایط روند معمول نیاز به خون، یک سری از بیمارانی هستند که دچار یک سری بیماری‌های انعقادی، بیماری‌های ژنتیکی، بعضی از بدخیمی‌ها هستند که خب اینها دریافت کنندگان مستمر خون هستند، یعنی هر 2 هفته 3 هفته یک بار نیاز به دریافت خون دارن و یا به طور مداوم تا مراحل زندگیشون، تمام مراحل زندگیشون به داروهای مشتق از فراورده های خونی نیاز پیدا میکنن و یه سری خب اتفاقات غیر مترقبه هست. به عنوان مثال سوانح و حوادثی که اتفاق میفته متاسفانه، و یا بعضی از بیماری هایی که منجر به جراحی ها میشه. مادران بارداری که در انتظار تولد نوزادشون هستند، جراحی های بزرگ مثل انواع پیوندها، مثل انواع جراحی های در واقع شکم، جراحی های قلب و بعضی از مواردی که واقعا نیاز به خون و بزرگ ارتوپدی در بسیار بعضی از سوانح و حوادث طبیعی مثل حوادث غیر مترقبه مثل حالا دور از جون، بله، زلزله، و یا بعضی از آسیب هایی که ممکنه به لحاظ قهری و به لحاظ طبیعی بخواد در واقع غیر مترقبه اتفاق بیفته، اینها به یک باره نیاز به خون و فرآوردهای خونی رو افزایش میده. خب الان در قرن 21 هستیم، این همه علم پزشکی پیشرفت کرده، ما جایگزینی هنوز پیدا نکردیم برای خون. دقیقاً نکته مهم همین هست که 2 تا جنبه رو برای ما حائز اهمیت میکنه. همونجور که شما اشاره کردید، علیرغم پیشرفت‌های تکنولوژی و فناوری‌های نوین در همه علوم، مخصوصاً علوم پزشکی در همه دنیا، هنوز جایگزینی برای خون و فرآورده‌های خونی کشف نشده در هیچ کجای دنیا و این شاید یکی از عجایب، یکی دیگر از عجایب خلقت باشه که در واقع این ماده طبیعی میتونه حیات بخش باشه. همون شعاری که ما همیشه میگیم و شما همیشه شنیدید که اهدای خون اهدای زندگی است. در واقع این ماده حیات بخش یک ماده بیولوژیک حیات بخش که هیچ جایگزینی در خارج از بدن انسان نداره و به طور طبیعی مرتب بدن این در واقع اجزای خون رو بازسازی میکنه، به روزآوری میکنه. و نکته دوم اینه که چون این ماده زنده است، این ماده بیولوژیک است، عمر محدودی هم داره. در واقع مثلا گلبولای قرمز یه چیز در حدود 30 روز، شاید پلاکت یه چیز در حدود 3 روز بیشتر، اونم با شرایط بسیار خاص نگهداری، زنجیره سرما و استانداردهای بین المللی بیشتر از اون نمیشه نگه داشت. به خاطر همین هستش که در واقع اهدای خون یک فرایند همیشگی است، محدود به زمان خاص یا موقعیت خاصی تلقی نمیشه ازش. بله. خب تو جملاتتون تو پرسش اول فرمودین یک سری از افراد دریافت کننده های مستمر هستن. من اهدا کننده مستمر هم شنیدم. اهدا کننده مستمر یعنی چی؟ بله، اهدا کننده مستمر هموطنان عزیزی هستند، سرمایه های اجتماعی ما هستند که به طور مستمر و به طور مکرر
مراجعه میکنن در فواصل زمانی مشخص برای اهدای خون، برای تأمین ذخایر خون و فرآورده‌های خون. ما طبق تعریف استانداردی که وجود داره، هر فردی اگر در 12 ماه گذشته بیش از 2 بار سابقه اهدای خون موفق داشته باشه، به عنوان اهدای خون مستمر شناخته میشه. اهدا کنندگان مستمر از این نظر مهم هستند که ما به جرئت میتونیم بگیم که از کشورهای پیشرو در زمینه شاخص اهدای مستمر هستیم. حالا چرا این مهم هست؟ تقریبا حدود بیش از 50% از اهدای خون ما توسط اهدای مستمر صورت میگیره. ثابت شد در همه جای دنیا و حتی در کشور ما که اهدا کنندگان مستمر افراد متعهدتری هستن، افراد متعصبتری هستن، افراد نودوستری هستن، مراقب سلامتی خودشون هستند، از فعالیت هایی که ممکنه مانع از اهدای خونشون بشه، محدودیت هایی برای اهدای خونشون فراهم بشه، از اونها اجتناب میکنن. در نتیجه یک شاخص اهدای خون سالم تلقی میشه در همه جای دنیا و ما جزء کشورهایی هستیم که این شاخصمون جزء کشورهای برتر دنیا شناخته شده و برآورد شده. ممنونم آقای دکتر. طبیعتا همینطور هست، وقتی تو شرایط بیمارستانی باشی، ناگهان یه اتفاقات اورژانسی بیفته، از جمله همونطور که آقای دکتر صداقت فرمودن سوانح و حوادث اتفاق بیفته، نیاز به خون واقعا حس میشه در بیمارستان‌های ما، در اتاق عمل‌ها، در آی سی یو ها، بخش‌های مراقبت‌های ویژه و اورژانس‌ها به شدت نیاز به خون وجود داره و ما هم تشکر میکنیم از هموطنانی که اهدا کننده مستمر هستن. ما میخوایم بریم یه بخشی رو ببینیم، برگردیم بیشتر صحبت کنیم. قبل از اون آقای دکتر شما یه پرسش هم آماده کرده بودین، اگه میشه بفرمایید. بله اگر اجازه بدید برای اینکه دقیق باشه، حتما شرمنده بینندگان عزیز نباشیم. بله یک پرسش 4 جوابی هست که در واقع میخواد ببینه که کدام یک از این عبارات نادرست است. گزینه 1 اهدای خون باعث ضعیف شدن بدن میشود. گزینه 2 اهدای خون ممکن است باعث انتقال عفونت به اهدا کننده شود. گزینه 3 اهدای خون روزه را باطل می کند و گزینه 4 همه موارد فوق نادرست است. ممنونم آقای دکتر. منم یک بار دیگه پرسش رو میخونم، هرچند همکارانم زیرنویس میکنن در طول برنامه. کدام یکی از این عبارات نادرست است؟ گزینه 1 اهدای خون باعث ضعیف شدن بدن میشه. گزینه 2 اهدای خون ممکنه باعث انتقال عفونت به اهدا کنندگان بشه. گزینه 3 اهدای خون روزه را باطل میکند و گزینه 4 همه این 3 گزینه‌ای که خوندیم همه غلط هستن. شما دوستان گرامی میتونید پاسخاتون رو به سامانه پیامکی 30031 برای ما ارسال بفرمایید و مانند همیشه در انتهای هفته به بیشترین پاسخ صحیح از دوستانی که هست به قید قرعه هدیه‌ای تقدیم میشه. در خدمت شما هستیم. یا من اسمه دوا و ذکره شفا. اهدای خون در ماه مبارک رمضان. همه افراد می توانند در ماه مبارک رمضان و در زمانی که روزه هستند نسبت به اهدای خون اقدام کرده و این کار نه مشکلی برای ابطال روزه آنها داشته و نه روزه منعی برای اهدای خون دارد. می‌دانیم که هنوز جایگزینی برای خون از نظر علمی ساخته نشده است و خون عامل اساسی در درمان بیماران تالاسمی و شیمی درمانی است. شایسته است در ماه مبارک رمضان اهدای خون را جزء برنامه خود قرار دهیم و به فکر بیمارانی باشیم که چشم به اهدای خون دارند. یک بیمار به همه اجزای یک واحد خون نیاز ندارد و 3 فراورده گلبول قرمز، پلاسما و پلاکت از یک کیسه خون تولید می شود. در خصوص مدت نگهداری فرآورده‌های خونی باید گفت گلبول‌های قرمز را 1 ماه و پلاسما در دمای منهای 30 درجه را تا 2 سال میتوان نگهداری کرد. ولی نکته مهم در فراورده پلاکت است. هر واحد پلاکت به واسطه ماهیت و دمای نگهداری حد اکثر بین 3 تا 5 روز میتوان نگهداری کرد
و بعد از آن قابلیت درمانی و مصرف ندارد. بنابراین به صورت مستمر باید این فراورده را تولید کنیم تا به مراکز درمانی متقاضی ارسال شود و این مهم مستلزم این است که اهدا کنندگان به شکل مداوم به مراکز اهدای خون مراجعه کنند. نکته مهم این است که سن اهدا کنندگان خانم و آقا 18 سال تمام الی 60 سال برای بار اول می توانند مراجعه کنند و اگر از اهدا کنندگان مستمر هستند تا 65 سال امکان اهدای خون دارند. لازم به ذکر است جهت رفاه حال روزه‌دارانی که قصد اهدای خون پس از افطار را دارند، همه مراکز استانی اهدای خون علاوه بر شیفت‌های صبح تا ساعات پایان شب نیز آماده پذیرش اهدا کنندگان است. توجه داشته باشیم روزه‌دارانی که قصد اهدای خون در نوبت صبح را دارند حتما سحری میل کنند و اگر در ساعات اولیه جهت اهدای خون مراجعه کنند مشکلی نخواهد بود. به ویژه کسانی که سابقه اهدای خون داشته باشند. در غیر این صورت داوطلبین بعد از افطار برای اهدای خون مراجعه کنند. بهتر است بدانیم پیش از اهدای خون شرایط جسمی افراد سنجیده می شود و در صورتی که افراد واجد شرایط بوده و سحری صرف کرده باشند منعی برای اهدای خون ندارند و اهدای خون هم مشکلی برای آنها ایجاد نمی کند. سلامت بمانید. داریم در ارتباط با اهدای خون صحبت میکنیم با جناب آقای دکتر عباس صداقت، سخنگوی سازمان انتقال خون. من یه بار دیگه این پرسش رو تصحیح کنم. در واقع پرسش این بود که کدوم یکی از این گزینه‌ها نادرست است و ما یه سری گزینه رو خوندیم. منظور این بود که شما صحیح ترین گزینه رو انتخاب کنید، گزینه درست رو انتخاب کنید. گزینه یک اینه که اهدای خون باعث ضعیف شدن بدن میشه. آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟ گزینه دو، اهدای خون ممکن است باعث انتقال عفونت به اهدا کننده شود. گزینه سه، اهدای خون روزه را باطل می‌کند. گزینه 4 این است که همه این مواردی که خوندم این سه مورد غلط هستن. البته الان دوستان من تصحیح شدهش هم برای شما زیرنویس خواهند کرد. بریم در ارتباط با بحثمون صحبت کنیم. در ارتباط با نیاز به اهدای خون صحبت کردیم و اینکه علم بشر هنوز نتونسته جایگزینی برای اهدای خون و خون بدن پیدا بکنه. بعضی وقتا اهدا کننده نگران میشن، میگن که اگر برم خون بدم حالا ضعیف میشم، ممکن اصلا تهدیدی باشه برای سلامتی بدنشون. واقعا همچین چیزی هست؟ بله، متاسفانه یک باور نادرست هست، به ویژه در بین بانوان کشورمون این باور بیشتر در واقع رایج هست. به همین دلیل است که ما سهم مشارکت بانوانمون در اهدای خون خیلی پایینه در مقایسه با در واقع اون فکر می‌کنم کمخونی طبیعی که تو خانم‌ها نسبت به آقایون هست باعث ترسشون میشه. دقیقاً این نگرانی رو برای بانوان ایجاد میکنه، برای خانم‌ها، و ما در این شاخص خیلی فاصله داریم با شاخص مشارکت بانوان در اهدای خون در بین کشورهای توسعه یافته، علی‌رغم که خیلی از شاخص‌هامون بالاتره. این توضیح رو من به بینندگان عزیز لازمه که در پاسخ به پرسش شما عرض بکنم که بدون هیچ دغدغه و نگرانی میتونن مراجعه کنن به نزدیکترین مرکز اهدای محل سکونت یا محل اشتغال خودشون. ما متعهد هستیم که سلامت اهدا کننده خون هم به اندازه سلامت گیرنده خون برای ما مهم هست و استانداردهایی داریم برای اینکه یک خون اهدا شده از این فیلترها بگذره، آماده بشه، فراورده گیری بشه، تبدیل به 3 فراورده متفاوت بشه، 1500 فرایند اتفاق میفته. بخش از این فرایند در کلینیک اهداست، یعنی همون جایی که اهدا کنندگان عزیز یا مراجعه کنندگان عزیز وارد یک سالونی میشن، در درجه اول پذیرش میشن و بعد مراجعه میکنن به در واقع پزشکان دور دیده یا همکارانمون که کار آزموده و مجرب هستند. هم به لحاظ سلامت اهدای خون پرسش هایی رو انجام میدن، هم به لحاظ این که اهدای خون ممکنه که برای این فرد اهدا کننده آیا تهدیدی برای سلامتیش باشه یا نه. از جمله اینه که یکی از دستورالعمل‌های ما این هستش که میزان هموگلوبین
فرد مراجعه کننده اندازه گیری میشه. اگر در محدوده طبیعی باشه مجاز به اهدای خون هست. این قابل توجه همون نکته‌ای که شما اشاره فرمودید برای بانوان عزیزمون که به لحاظ فیزیولوژیک نگران هستن به خاطر کمخونی طبیعی و نگران نباشن. ما ارزیابی میکنیم اگر میزان هموگلوبین خونشون از در واقع یک محدوده طبیعی پایین تر باشه، اصلا هر چقدر هم مراجعه کننده اصرار بکنه ما ازشون خواهش میکنیم در فرصت دیگری مراجعه کنن. اندازه گیری وزن اهدا کننده است که حداقل باید 50 کیلوگرم باشه وزن اهدا کننده و همینطور فشار خون اهدا کننده هم موقع مراجعه در واقع ارزیابی میشه و اگر در محدوده‌ای باشه که مجاز باشه به اهدای خون هدایت میشه به کلینیک اهدا و در موقع ترخیص هم اگر مشکلی باشه مجدد فشار خونشون اندازه‌گیری میشه و توصیه‌های لازم انجام میشه. در نتیجه مراجعین و داوطلبین اهدای خون با خیال راحت مراجعه کنند و این اطمینان خاطر و یقین رو داشته باشند که همکاران ما بسیار براشون مهم هست، هم سلامت اهدای خون هم سلامت فرد اهدا کننده. آقای دکتر صداقت، شما فرمودین که باید وزن 50 کیلوگرم باشه، هموگلوبین طبیعی و از این حد شنیدیم تو اطرافیانمون که رفتن سازمان انتقال خون و قبول نکردن ازشون خون بگیرن. میشه بفرمایید چه شرایطی باید باشه جدا از این شرایطی که فرمودین که یه نفر بتونه واجد شرایط خون دادن باشه، یا چه شرایطی هست که ممانعت میکنه از گرفتن خون از اهدا کننده؟ دقیقاً یه شرایط عمومی وجود داره، یعنی سن 18 سال تا 65 سال به طور عموم، گرچه ما برای استقبال از داوطلبین اهدای خون اگر افرادی اهدا کننده مستمر باشن و بالاتر از 65 سال سن داشته باشن، ما افرادی رو داریم به عنوان مدیران پزشکی در مراکز اهدا که اینها در واقع سوپروایزر یا در واقع مسئول نظارت میکنن بر این فرایند اهدا. اگر مدیر پزشکی ما معاینه بکنه و مجاز بدون اهدای خون رو بالای 65 سال هم این امکان وجود داره. زیر 18 سال هم عرض به خدمتتون که در صورتی که رضایت قیم یا ولی فرد اهدا کننده فراهم باشه این امکان هم برای زیر 18 سال، ولی در حالت طبیعی 18 تا 65 سال است. حداقل وزن 50 کیلوگرم وزن بدن هست. این شرط و همراه داشتن کارت ملی مخصوصاً برای اولین بار مراجعه برای احراز هویت بسیار بسیار مهم هست برای سلامت اهدا. برای اهدا کنندگان مستمری که سوابقشون در واقع برنامه نرم افزاری ما وجود داره، دیگر کارت های معتبر دارای کد ملی هم در اهدای مستمر قابل پذیرشه، ولی اهدای اول حتما باید با همراه داشتن اصل کارت ملی باشه و یک سری سوالات اختصاصی هست، در جمله در واقع شرایط سوابق خدمتتون که سوابق در واقع مراجعه به یک مناطق خاصی، سوابق یه سری الگوهای رفتاری که همکاران ما در واقع اون بخش معاینه و مصاحبه این سوالات رو میپرسن و در نهایت این فرد واجد شرایط برای اهدا اگر تشخیص داده بشه مراجعه میشه، یعنی ارجاع داده میشه به کلینیک. بیماریایی که میفرمایید بیماری‌ها شامل همه بیماری‌هاست یا نه مثلا فقط بیماری‌های عفونی، مثلا کسی که فشار خون داره نمیتونه خون بده یا کسی که دیابت داره، اینا شامل محدودیت فشار خون برای فشار خون دیاستولی یعنی اون فشار خون پایین هست. چرا بیماری‌های زمینه‌ای مثل ابتلا به برخی از پرکاری‌های تیروئید، مثل ابتلا به بیماری دیابت خیلی زیاد هست. این بیماری بیماری‌های عفونی فعال که امکان انتقال از راه خون و یا فرآوردهای خونی رو ممکنه محتمل بکنه، این افراد در واقع پرسش داشتیم میگه به من گفتم به علت اینکه سیگار میکشی واجد شرایط نیستی، همچین چیزی هست؟ نه، ما بس استعمال دخانیات محدودیتی نیست، مگر اینکه به هر حال در اون فرایند مصاحبه
اون پزشک یا فرد به این نتیجه برسه مجرب ما به این نتیجه برسه که مشکل شاید فراتر از فقط استعمال دخان، یعنی حتی حدس و گمان برای پزشک تو مصاحبه که فرد ممکنه پنهان بکنه پاسخ درست رو، اونو هم ممکنه برای سلامتی خون و گیرندگان خون در واقع ممانعت بشه از اهدای خون. ممنونم آقای دکتر. بریم یه گزارش پزشکی ببینیم برگردیم. خیلی صحبت مونده، هنوز روزه‌داری هم نرسیدیم تازه. گزارش پزشکی. یکی از سوالاتی که افراد میپرسند در مورد میزان فعالیت فیزیکی و ورزش کردن در ماه رمضان هست. خب فعالیت فیزیکی در طول روز و ورزش کردن روی خواب شبانه تاثیر میذاره. اگر که زمان مناسبی انجام بشه، مدت زمان مناسبی داشته باشه، میتونه حتی سبب بهبود کیفیت خواب افراد بشه. ما برخی موارد افرادی رو داریم که بلافاصله بعد از افطار شروع به فعالیت ورزشی میکنن. ممکن هست که باشگاه برن و ورزش‌های سنگین بکنن. این قضیه میتونه روی خواب شبشون اثر سو داشته باشه. توصیه میشه که فاصله زمانی حداقل 2 ساعت بین زمان خوابیدن و زمان ورزش کردن فرد بعد از افطار وجود داشته باشه و از انجام دادن فعالیت‌های فیزیکی سنگین و ورزش‌های سنگین خصوصا بعد از افطار ممانعت بکنن. ولی اگر که صبح‌ها ورزش سبکی در حد پیاده روی داشته باشن، خود همین پیاده روی و ارتباط با نور خورشید در نوبت صبح میتونه تاثیر مناسب و خوبی روی خواب شبانه فرد داشته باشه. در خدمت آقای دکتر عباس صداقت هستیم، سخنگوی سازمان انتقال خون کشور. آقای دکتر، تو این مواردی که فرمودین واجد شرایط خون دادن نیستن یا مثلا ممکنه واجد شرایط خون دادن باشن، بعضی از افراد هستند که خب حالا خونشون رو به نحو دیگه از بدنشون خارج میکنن، اعتقاداتی دارن، ممکنه شامل اعتقادات مذهبی باشه یا اعتقادات سنتی باشه یا اصلا تمایلی به اینکه به سازمان انتقال خون برن ندارن. چه صحبتی در ارتباط با این افراد میشه کرد؟ آیا حتما میشه با روش‌های دیگه هم سلامتی بدن رو به دست آورد؟ نکته بسیار مهمی رو اشاره کردید، مخصوصا امروزه. خب به هر حال همونجور که فرمودید به لحاظ اعتقادات شخصی، آداب اجتماعی و حتی بحث طب سنتی، بعضی از روش‌های در واقع کاهش کردن بار گردش خون بدن هم متداول هست. ما از 2 جنبه نگاه میکنیم به این قضیه. یه جنبه اینه که خب به هر حال اگر فردی که صرفاً به لحاظ سلامتیش به طرق مختلف اقدام میکنه برای کاهش بار گردش خونش، خب این ما در واقع یه لفظ نودوستی رو داریم، خوددوستی رو داریم. خب طرف سلامتی خودش حالا بر اساس باوراش، بر اساس توصیه حالا افراد مختلف در واقع این روش رو انتخاب میکنه و خب این خیلی هم در واقع مورد نکوهش نیست. ولی وقتی ما جایی داریم که یه حجمی از خون که تقریبا حدود 450 تا 500 سی سی هست، در شرایط کاملا استریل، در شرایط کاملا تحت کنترل، در شرایط کاملا استانداردهای بین المللی این خون در واقع دریافت میشه و یه سری فعالیت ها و فرایندهایی درش اتفاق میفته که میتونه پلاکتش، میتونه پلاسماش، میتونه گلبول قرمز فشردهش حداقل برای 3 بیمار مورد مصرف قرار بگیره. 3 بیماری که نیاز داره، همون بحث اول فرمایشتون. خب این اسمش نودوستی هست، یعنی هم این که به فکر سلامتی خودش بوده و هم این که این حجم از خون رو دورریز نکرده. این حجم از خون از طریق نودوستی به 3 بیمار دیگر، به هموطن دیگرش کمک شده و خب این نودوستی قطعاً یه مقدار ارجح هست نسبت به خوددوستی. البته این بحث گسترده‌ایه که اهدای خون واسه سلامت خود فرد اهدا کننده میشه، نه ولی به صورت خلاصه کمک میکنه به سلامت افراد. بله این رو
حالا اون نکته دوم من یه اشاره بکنم که خب ما نگرانیم از اینکه بسیاری از این مراکزی که به روش‌های غیر از اهدای خون بار گردش خون رو کاهش میدن، ممکن از این استانداردهای استریل رعایت نکنن، از این ابزارهای یک بار مصرف یا شرایط استانداردهای بین المللی و ملی. در نتیجه ما مجبوریم برای سلامتی خون و فرآوردهای خون افرادی که در واقع مبادرت به در واقع اهدای خون غیر از مراکز اهدای خون داشتن و به روش‌های دیگر، اینها رو به صورت موقت در واقع معاف میکنیم و خواهش میکنیم که در فرصت دیگری، در یک گذشت زمان دیگری مراجعه کنن. و اما اون که ممکنه خونشون دچار آلودگی شده باشه. بله ممکنه که این احتمال، چون به هر حال خیلی کار حساسیه، اصلا جون یک گیرنده است که خیلی میتونه این خون بهش کمک کنه یا میتونه خطرناک باشه. دقیقاً و این احتمالات در حد 0.1% یا مثلا 100%، یعنی اینقدر نکته سنجی وجود داره که خوشبختانه الان ما طبق گزارش وزارت بهداشت ما هیچ مورد در واقع نزدیک به 2 دهه است که انتقال بیماری‌های عفونی از راه خون و فرآوردهای خونی به ما گزارش نشده و این یک افتخار برای سلامت خون، کیفیت خون و فرآوردهای خون در کشور که سازمان‌های بین‌المللی هم واقعا این رو تایید میکنن. این چیزی نیست که من بخوام با تفکرات ادعا بکنم، فکت وجود داره برای این ادعا. و اما اون نکته که شما فرمودید، بله مقالات بسیار زیادی هست، هم در کشورمون هم در بسیاری از کشورهای دنیا، کشورهای پیشرفته، که دلیل هم داره. حالا اگر فرصت باشه من اشاره به دلایلش هم خواهم کرد که اهدای خون مخصوصا به صورت مستمر در واقع یک ادوانتیج های، یک در واقع نفع هایی برای اهدا کننده داره که از جمله کاهش بار بیماری های قلبی، عروقی، حتی برخی از سرطان ها به خاطر فعال شدن در واقع سلول های خونساز بدن و از اون ورم خب گلبول های قرمز در بدن ظرف 120 روز از بین میرن و جاشون رو گلبول های قرمز تازه میگیره و خب این چه بهتر که با این فرایند اهدای خون یه مقدار تسریع بشه در این جایگزینی گلبولای قرمز. و این رو هم عرض بکنم اهدای خون خیلی زود جایگزین میشه. خونی که اهدا شده ظرف 20 دقیقه گردش خون به حالت طبیعیش برمیگرده، ظرف 24 ساعت تا 48 ساعت پروتئین هایی که اهدا شده از قالب پلاسما اون جایگزین میشه و ظرف حدود 6 هفته، حالا به اضافه منهای 2 هفته، گلبولای قرمزی که اهدا شده و دیگر اجزای بدن در واقع ساخته میشه و جایگزین میشه با سلول های تازه تر و در واقع نوتر. اگه من یه فردی باشم که بخوام الان اهدای خون کنم، زمانی هست که بگی مثلا این زمان مناسب تره یا نه فرق نمیکنه، هر زمانی از شبان روز یا هر زمانی بعد از هر اتفاقی میتونم شرایطش داشته باشم؟ بله، نه هر زمانی میتونید شرایط اهدا رو داشته باشید. هر کسی که داوطلب اهدای خون هست، مضاف بر این که ما یه فاصله زمانی 3 ماه رو برای آقایون و یه فاصله زمانی 4 ماه رو برای بانوان در نظر میگیریم. میتونه هر فرد 4 بار در سال خون بده، هر آقایی؟ هر آقایی 4 بار میتونه به هر خانم ها 3 بار میتونن اهدای خون داشته باشن، به شرطی که فاصله این اهداشون تا اهدای قبلی برای آقایون کمتر از 3 ماه نباشه و برای بانوان کمتر از 4 ماه نباشه. کمتر از 4 ماه نباشه. ما ذخایر بعضی وقت تو اخبار میشنویم که ذخایر بانک خون کاهش پیدا کرده، به ویژه تو این شرایط همهگیری کرونا. یه مقدار فکر می‌کنم درست میگم اهدا کننده ها کمتر میرفتن حالا از ترس همهگیری. تو این شرایط چه کارهایی میشه کرد واقعا؟ ما تلاش میکنیم که هرچه کمتر در واقع فراخوان یا اهدای خون هیجانی یا به صورت کمپین ها یا به صورت کارزارها رو اعلام بکنیم و تاکیدمون و
توصیه‌مون این هستش که اهدای خون به یک آداب زندگی تبدیل بشه، در تقویم برنامه زندگی هر فرد اهدا کننده گنجونده بشه، به صورت مستمر افراد مراجعه کنن. از طرف دیگه ما شبکه ملی خون رسانی رو در کشور داریم، یعنی اینکه در واقع خب طبیعی بعضی از استانها، مثلا استان سیستان و بلوچستان، ما به طور مداوم ذخایرمون زیر 5 روز هست در اون استان، به دلیل اینکه تقریبا شاید نیمی از عزیزان مبتلا به تالاسمی که مرتب هر 2 هفته یک بار نیاز به دریافت خون دارن بیشتر در این استان ساکن هستن. پهناور بودن استان دلیل دیگری این موضوع هست که ما تلاشمون این هستش که هیچ بیماری در هیچ نقطه‌ای در اقصی نقاط کشور هم رنج کمبود خون و یا فروردهای خونی رو دغدغه نداشته باشه. این شبکه ملی در سراسر کشور تامین میکنه همه ذخایر رو. ولی همونجور که اشاره فرمودید، بله در بعضی از موقعیت‌ها، مخصوصا این همهگیری کرونا به شکل‌های مختلفش، اول با کووید 19 بعد با اشکال دلتا و اومیکرون و شکل‌های دیگر، خب باعث شد که خب بعضی از اهدا کنندگان تردد کمتری داشته باشن، گرچه ما مراکز اهدامون از نظر کرونا پروتکل‌ها کاملا به صورت 100% رعایت میشد و یه اماکن عاری از کرونا تبدیل شده بود، اینجور ساخته بودیم. ولی خب طبیعی بود که تردد کمتر شده بود. در ماه‌های پایانی سال خب یه مقدار مشکلات ترددهای درون شهری مثل ترافیک و مشغله‌ای که مردم برای آماده شدن برای سال نو دارن، افزایش درخواست مراکز درمانی، افزایش در واقع جراحی ها قبل از تعطیلات نوروز، مخصوصا امسال که ما بلافاصله بعد از تعطیلات نوروز وارد ماه مبارک رمضان شدیم که خود این هم یه مقدار، گرچه حالا ما خوشبختانه با حمایت مردم همیشه همراه هموطنان نودوست، خوشبختانه در این 3 هفته اول ماه مبارک امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته ما به صورت چشمگیری هم افزایش اهدای خون رو داشتیم، هم افزایش ذخایر رو داشتیم که به اینجا لازمه که من از همه همکاران عزیزم که معمولا هم دیده نمیشند در همه مراکز اهدای خون در سراسر کشور که هم در 15 روز تعطیلات نوروز آماده باش کامل بودن، هم در ایام ماه مبارک بعد از افطار آماده پذیرایی از اهدا کنندگان بودن، هم از اصحاب رسانه، هم صدا و سیما، هم رسانه های مجازی و رسانه های نوشتاری تقدیر بکنم که همیشه همراه بودن و کمک کردن که ما خوشبختانه دچار چالش جدی در مورد شرایط بحرانی نشدیم. ممنونم آقای دکتر. عذرخواهی می‌کنم صحبتتون رو قطع کردم. من فقط یه تجربه شخصی خیلی کوتاه بگم. با توجه به شرایط شغلی خودم که توی بیمارستان و توی اتاق عمل هستم، می‌بینم که گاهی اوقات آقای دکتر صداقت و همکارانشون به ما نامه میدن، دستور عملایی میدن که یه سری از عملا رو با توجه به اینکه شرایط خون کم هست، ذخایر خون کاهش پیدا کرده، مجبوریم یه سری از عمل‌ها رو لغو کنیم و این خب هم ضربه میزنه به اون بیمار، هم ضربه میزنه به کار بیمارستان و شرایط کشور. امیدوارم که هیچ وقت دچار کاهش ذخایر خون نشیم. بریم یه گزارش پزشکی ببینیم، برگردیم در خدمت آقای دکتر صداقتی. گزارش پزشکی. از موضوعاتی که برای ماه مبارک رمضان باز هم خیلی مورد سوال واقع میشه، بحث نحوه استفاده از مکمل‌های غذایی هستش. خب ما می‌دونیم که مکمل‌ها به اشکال مختلفی امروزه در بازار دارویی وجود داره، در داروخانه‌ها عرضه میشه. مکمل‌هایی که به صورت عمومی هست، مکمل‌هایی که برای سنین یا برای گروه‌های خاصی تهیه شده، مثلا مکمل‌هایی که برای سالمندان یا برای بانوان باردار در نظر گرفته شده.
اینکه آیا ما مکمل مصرف بکنیم یا خیر تا حد زیادی برمیگرده به وضعیت تغذیه‌مون و وضعیت سلامت کلی بدنمون و شرایط فیزیولوژیک و سنی که در اون قرار داریم. بنابراین نمیشه یک حکم کلی داد برای همه که آیا استفاده از مکمل برای همه لازم هست یا خیر. هر فردی بسته به اون شرایطی که داره بهتره که با پزشک خودش، با متخصص تغذیه مشورت بکنه و اگر نیاز هستش حتما با توصیه اونها مکمل ها رو مصرف بکنه. اما برای بسیاری از افراد که در سنین جوانی هستن، در سنین میانسالی هستن و مشکل خاصی ندارن، بیماری خاصی ندارن، وضعیت فیزیولوژیک خاص یا پاتولوژیک خاصی ندارن، نیازی به مصرف مکمل یا زیاده روی در مصرف مکمل ها نیست. به طور معمول مکمل های عامی که در بازار وجود داره مکمل های مولتی ویتامین به علاوه مینرال یا همون مواد معدنی هست که عموما حالا نوع مصرف اینها رو کارخونه سازنده تعیین میکنه، اما عموما مصرف اینها روزی یک عدد قرص هستش که باز هم توصیه میشه بعد از مصرف غذا خورده بشن، به این دلیل که جذب بهتری دارن، به خصوص که ویتامین های محلول در چربی که در اینها در نظر گرفته شده بعد از مصرف غذا عموما جذب بهتری خواهند داشت. در ماه مبارک رمضان هستیم. آقای دکتر صداقت هم اشاره فرمودن به بحث روزه‌داری. خیلی پرسش داشتیم تو سامانه پیامکیمون، تو فضای مجازی که روزه‌دار میتونه خون اهدا کنه؟ بله، به صراحت و اهدای خون در واقع ما استفسار کردیم یا اصطلاحاً در واقع فتوا گرفتیم. عذرخواهی میکنم. در واقع فتواهایی هم وجود داره که در واقع این اهدای خون مانع از ضرری برای روزه‌داری نداره، یعنی روزه‌داری رو باطل نمیکنه. روزه‌داران عزیز میتونن که در اوایل صبح، یعنی در ساعات اولیه روز، و توصیه این هستش که در هنگام سحر مایات بیشتری در واقع میل بکنند و خب این یه مقدار بستگی به اون در واقع شرایط فیزیولوژی فرد مراجعه کننده هم ولی ضرری داره. نه خیر، برای فرد ولی توصیه میکنیم یا در ابتدای روز صورت بگیره یا بعد از افطار صورت بگیره، ولی در واقع چون که بعد از افطار هم سازمان انتقال خون فعالیت بله ما در ایام ماه مبارک رمضان در همه مراکز استان هامون و همینطور در شهر تهران 4 مرکزمون تا ساعت 12 شب بعد از افطار ارائه خدمت میکنن به مراجعین محترم در شب‌های قدر تا پایان مراسم، یعنی تا نزدیکای سحر هم در شب‌های قدر این ارائه خدمت وجود داره که استقبال میکنیم از مراجعین عزیزمون. واقعا خسته نباشید، هم شما هم همکارانتون. چون فرمودین شب‌های قدر، خب بعضیا یه اصطلاحی هم هست که میگن نذر خون، شما اگه بیشتر توضیح بدینم ممنون میشم. تو این شب‌ها ممکنه نذر داشته باشن که خون بدن، خب ممکنه یه حجم گسترده مراجعه کنن برای خون دادن یا اصطلاحاً نذرشون رو برآورده کردن. خب شما این افراد ممکنه مراجعه کنن یا از نظر اینکه ذخایر بانک خیلی زیاد بشه یا جا نباشه، این چگونه هست؟ ممکنه این افراد وقتی خون میدن دیگه تا به قول شما 3-4 ماه دیگه نتونن خون بدن، بعد دچار بحران نمیشیم در آینده؟ دقیقاً این یکی از نکاتی هستش که ما از همه اهدا کنندگان عزیز در واقع درخواست داریم که اول از این که در مورد نذر خون به هر حال نذر کردن یک کار خیرخواهانه است، یک در واقع یک نوع طلب مغفرت هست، یک نوع نودوسی هست. ماه رمضان هم ماه مبارک و ماه برکت هست. خب چه برکتی بالاتر از اینه که در واقع این انفاق و این هدیه بخشی از در واقع خون فرد اهدا کننده باشه. اصلا ما میگیم یک تجربه خاصی از
نوعی از نیکوکاری است بحث نذر اهدای خون. حالا این رو هم نباید محدود کرد به ماه مبارک رمضان یا در واقع ماهای خاصی که به هر حال این نذر اتفاق میفته، میتونه در طول سال هم اتفاق بیفته. در نتیجه افرادی که نذر میکنن گوشه ذهنشون باشه به اشکال مختلفی که نذر میکنند، حالا برای خدمت رسانی به هم نوع خودشون، یکی از تجربیات نیکوکاری هم همین اهدای خون هست. این رو هم میتونن نذر بکنن. و اما نکته دوم که به درستی اشاره کردید، بله، یکی از دلایلی که ما اهدای خون هیجانی یا کمپین ها یا اینکه چون هر فرد اهدا کننده ناخودآگاه برای آقایون تا 3 ماه، برای بانوان تا 4 ماه معاف از اهدای خون است به خاطر اهدایی که کرده. خب طبیعیه که این در واقع اهدای خون در تمامی فصول سال، در تمامی ماهای سال باید اتفاق بیفته. ما درخواستمون از اهدا کنندگان عزیز این هستش که میتونند هم از طریق سایت نوبتدهی، فرصت خیلی کوتاهه، پورتال رسمی سازمان، یا هم مراجعه به مراکز اهدا روزی و زمانی رو برای اهدای خودشون در واقع تعیین بکنن که دچار این هجوم ها و اینکه در واقع خالی موندن توی زمانی از سال نشیم. پرسش رو هم پاسخ بدین، 30 ثانیه وقت داریم. بله، همه این موارد در واقع نادرست بودن، مواردی که اشاره شد. همونطور که در بحثمون بهش اشاره کردیم، اهدای خون باعث ضعیف شدن بدن نمیشه، انتقال عفونت به اهدا کننده نداره و روزه هم که فرمودید باطل نمیکنه. پس گزینه 4 پاسخ درست بود. ممنونم آقای دکتر عباس صداقت، سخنگوی سازمان انتقال خون. تشکر میکنم. منم از شما تشکر میکنم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما باشه. برنامه فردا در ارتباط با فشار خون و روزه‌داری خانم دکتر مریم مشکانی فراهانی، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی تخصصی، به همراه همکار عزیزم خانم دکتر فرایی در خدمت شما هستم. روز خوش.